های ددیه ها. خب میخوایم بریم سراغ درس 1. این کتاب کلا 14 تا درس داره، هر درس 2 تا مکالمه. خب درس 1 رو چجوری پیدا کنیم؟ اول صفحات اول کتاب همجور ورق بزنین، از اینا بگذره، از این نوشته تا برسین به این صفحه‌ای که توی یه دایره مشکی نوشته lesson 1 درس 1 که حالا برای من خیلی تار و ایناست، برای کتاب شما شاید واضح تر باشه. برای یه دایره نوشته lesson 1 و این که از صفحه بعد درس ما شروع میشه صفحه 4 و ببینید صفحه رو این بالا سمت چپ نوشته صفحه 4. پس لطفا صفحه 4 رو بیارین. این درس 1 مکالمه اوله و کلا کتاب چجوریه؟ اول یه مکالمه برای ما میاره با یه موضوعی، مثلا توی درس اول قراره سلام رو یاد بگیریم و بعد این پایین کلمات رو میاره که ما اول کلمات رو میخونیم بعد میریم سراغ مکالمه. خب پس الان میریم سراغ کلمات و با من تکرار کنین هر موقع که تلفظ میکنم. حالا قبلش از هم کلمات رو هم توضیح بدم که چجوری نوشته. اومده توی ستون اول پینین رو نوشته یا همون تلفظش رو، ستون دوم خنزش رو، ستون سوم پارت آف اسپیچش رو که این چیه، صفت، اسم، ضمیره و توی ستون آخرم که معنیش رو نوشته. و اینکه وقتی من تلفظ رو میخونم شما تکرار میکنین حتما به خنزه نگاه کنین، چون باید شکلش به یعنی چشمتون به شکلش آشنا بشه و کم کم حفظش کنین. خب کلمه اول با من تکرار کنین. نی که میشه تو، شکلش هم ببینین. بعدی هاو اینم شکلشه که میشه خوب، اوکی، باشه، همه اینا معنی میده و یه صفته، پس معنی خیلی خوب، باشه، اوکی و خوب میده. لو یو پین شماره 3. لو یو پین که یه اسم یک پسره که دقت کنید 3 تا هجاست، میگیم لو یو، این یه 2 نقطه است دیگه. لو یو پین که یه اسمه و لو فامیلیه و توی این خنزه ها این لو میشه دیگه. لو فامیلیه چرا؟ چون توی چینی اول فامیلی میاد بعد اسم. کلمه 4 هم یه اسمه که با من تکرار کنین. لیبو 李波，你好。你好，陆玉萍。李波，你好。你好，陆玉萍。خب میریم سراغ مکالمهش. لو پینگ چی میگه؟ میگه لیبو نیها. مکالمه بین لو پینگ و لیبو هستش. لو پینگ میگه لیبو نیها یعنی لیبو سلام و لیبو هم در جواب میگه نیها لو پینگ یعنی سلام لو پینگ. خب پس لی با سلام لو پینگ و اگه دقت کنین نی گفتیم میشه تو، ها میشه خوب، پس یه جور سلام انگار معنیش اینه که بگه مثلا تو خوب باش، همچین چیزی. و به این سری نکات هم دقت کنین که ما بین خنزه ها فاصله نمیذاریم و چرا توی کتاب فاصله گذاشته؟ به خاطر اینکه میخواسته این پینینه مثلا نی دقیقا بالای خنزش بیفته، ولی ما تو نوشتن اینا رو به هم میچسبونیم و همه نزدیکه. یعنی من اگه بخوام نی ها رو بکشم اینجوریه که این الان نیه، من اینجا می نویسمش ببینید. خب ها رو نمیام با فاصله اینجا بکشم، ها رو دقیقا کنارش میکشم. یعنی ما توی نوشتن بین خنده فاصله نمیذاریم، توی تایپ هم فاصله نمیذاریم، توی همه زبانا فاصله میذاریم. مثلا توی انگلیسی فارسی میگیم سلام فاصله خوبی، ولی توی چینی اینجوری نیست. اینو خیلی خیلی حواستون باشه. و پینین هم همش حروف کوچیکه، اگه دوباره اینجا حروف بزرگ نمیشه اشکال تایپیه، وگرنه مثلا من اگه بخوام پینین بنویسم نیها این ان اولو حروف کوچیک انگلیسی می نویسم. و اینکه نیها کلمه درستیه و خیلی هم استفاده میشه، ولی وقتی که 2 نفر دیگه برای بار اول نیست، چون نیها واسه وقتی که بار اول یکی رو میبینیم، ولی واسه بارهای بعدی که مثلا دیگه همون میشناسن میان چیزای دیگه استفاده میکنن که 2 تا از اونها رو الان اینجا به شما یاد میدم. ببینید اینجا دارم مینویسم. اولیه هست HAI های
کمان حکم های توی انگلیسی رو داره، از اون نشأت گرفته های. مثلا من شما رو میبینم، خب قبلا همون دیدیم، اولین بارمون نیست، واسه همین دیگه مثلا به جای نی ها میتونیم بگیم های، یا مثلا میتونیم بگیم هالو هالو. دو تا هجاست، هجای ها و هجای لو. های هالو. صفحه 5 کلمات جدیدش ما. خب خنزش رو ببینیم و معنی خاصی نداره، میاد جمله رو سوالی میکنه. و لحاظ تلفظش نگاه کنین، هیچ علامتی بالاش نیست، یعنی هیچ تونی نداره. به این میگن تون خنثی که تون خنثی کوتاه تلفظ میشه و میچسبه به کلمه قبلیش. بعدی وا که به خنزش نگاه کنید میشه من. 下一个یعنی بعدی. خن خنزش رو ببینید که میشه خیلی، معنیش میشه خیلی. بعدی نه اینم معنی خاصی نداره، جملات رو سوالی میکنه. بعدی یه یعنی همچنین. لینا که اسم یه دخترم هست و لین فامیلیه، چون گفتیم فامیلی اول فقط دقت کنید نگید لینا، درسته همون معادل اسم لیناست ولی ای صدای ا میده، تو چینی ما بگیم لینا ا. 琳娜，你好吗？我很好，你呢？也很好。琳娜，你好吗？我很好，你呢？也很好。 خب حالا توی مکالمه قرار ما حال احوال پرسی رو یاد بگیریم. مکالمه این لیبا و لینا هست. لیبا میگه لینا نی هاو ما. لینا خوبی؟ چجوری ساخته؟ گفته تو نی میشه تو ها، خوب ما سوالی کرده. من میاد سوال آیا میپرسه، یعنی یه جور انگار اینجوریه که تو خوب، آیا تو خوبی؟ نی هاو ما. و لینا میگه واخن ها یعنی من خوبم. من خن خیلی که اینجا خیلی معنی نمیشه، حالا بعدا میگم چرا، یعنی اصلا خنو لازم معنی نادیده بگیرین، چیزی نیست. ها هم که خوب یعنی من خوبم. نینا یعنی تو چطور. این نه سوالی میکنه و میاد یعنی سوال قبل رو تکرار میکنه. وقتی میگه نینا که میشه تو نه یعنی چطور، تو چطور، یعنی تو چطور، تو حالت خوبه. یه ها یعنی من هم خوبم، یه میشد هم دیگه و اینجا یه وا حذف شده که اشکالی هم نداره، یعنی این بوده جمله اصلش، وا من یه همچنین ها خوبم. پس یه بار دیگه میخونیم. لینا نی هاو ما. وا ها نینا وا یه ها که حالا اینجا واشو ننوشته و یه ها. حالا یه نکته هست، نکته تلفظی، و اونم اینه که اگه چند تا تون سه پشت سر هم بیان، آخری تون سه میمونه، قبلی ها دو میشن. یعنی چی؟ یعنی ببینید اینی که اینجا نوشتم، اینا تون سن، مثل کلمه مثلا همین نی ها، دو تا تون سه اومدن پشت سر هم. من کلمه آخر تون سه نگه میدارم، ببینید تون سه نگه میدارم، ولی کلمه قبلیش رو تون دو میکنم توی ذهنم، توی نوشتار نه، توی ذهنم. پس نمیام بگم نی ها که جفتش سه بشه، چون خیلی عجیب غریبه و سختم هست.
میام قبلی رو تون دو میگم نی ها، یعنی صدا میره اول بالا. اگه مثل فلش ببینید صدا میره به سمت بالا. نی ها، نی ها. و مهم هم نیست چند تا تون سه باشه. مثلا ببینید اینجا میکشم توی این بخش سفید، فکر کنید من 4 تا تون سه پشت سرم دارم. آخرین تون سه میمونه، تونای سه قبل از اون میشن 2. که اینجا چند تا مثال داریم براش. مثلا همین تو خوبی، نی هاو ما، این نی اول باید تون 2 بشه، ها هم 3 میمونه. یا جمله بعدیش واخن ها، اگه دقت کنید من اینجا از قبل با قرمز روی وا و خن تون 2 گذاشتم. شما هم این کار رو بکنید که تو ذهنتون بمونه، ولی تو نوشته خب اینو نمی نویسیم دیگه، ولی الان می نویسیم که فقط تو ذهنمون بمونه. و جمله آخرم یخن ها، یه و خن لفتشون 2 میشه دیگه، که اگه وا هم بود هم وا اینجوری تون 2 میشه، هم یه و هم خن و آخری ها تون 3 میمونه. پس ببینید دقت کنید من این جمله رو میخونم، اولش صدام هی صعودیه، هی 2 2 2 و 3. 我也很好，我也很好